بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام، آقای امیرخان متقی وزیر خارجه طالبا با عذر و التماس از مخالفان مسلح خودشان خواستند که با آنها مخالفت نکنند و گفته که مخالفت با طالبان شرعی و عقلی نیست و به نظر میرسه که طالب ها به یک بنبست جدی رسیده. از یک سو در داخل خود به لحاظ ساختاری، به لحاظ تقسیم صلاحیت ها، به لحاظ جناحبندی های قومی و طایفه‌ای و قبیلوی دچار مشکل هستند. نزاع سراج الدین حقانی و ملا هیبت الله تنها بخشی از این نزاع هست. عصبانیت و ناراحتی و انزوای تاجیکان طالب یا ترکمنها و هزارهای طالب و همچنین ازبکهای طالب که امروز تقریبا تبدیل شدن با پادوهای قدرت قندهاری های طالب و عملا به لحاظ قومی، به لحاظ در واقع زبانی در یک انزوای مطلق به سر میبرند. از یک سو اونها عصبانی و ناراحت هستند، از سوی دیگه در داخل ساختار طالبان یک تعدادی که به هر حال یک جو عقلی در کلهشون هست، مثل آقای حقانی یا ملا برادر یا شیر عباس استانکزی و امثال اینها، کسانی که بالاخره خیلی نمیتونن صدای خود را بیرون بکنن، اونها از وضعیت موجود ناراحتن. چون در وضعیت موجود امارتی که بر سر کار هست نه امکان دوام داره و نه مشروعیت برای دوام خود داره. چون از یک سو این امارت از دل ملت افغانستان و مورد حداقل رضایت اقوام افغانستان نیست و دوم نه تنها مورد رضایت اقوام نیست، از این حیث که به هر حال مشارکت اقوام درش وجود نداره، بلکه کارآمدی لازم هم نداره. یعنی غیر از که مشروعیت ملی نداره، کارآمدی لازم هم نداره. یک امارتی که فقط مصرف میکنه، فقط میستانه، فقط چپاول میکنه، فقط غارت میکنه، هیچ آورده رفاهی، هیچ آورده به هر حال در عرصه پیشرفت و ترقی وجود نداره و روز به روز کشور به سمت اضمحلال حداقل از داشته هایی که تا هنوز از جمهوریت موجوده به سمت یک چنین اضمحلال میره و از سوی دیگه با امارت طالبا با بحران مشروعیت بین المللی هم مواجه هم. مجموعه قیام ها و اقداماتی که هرچند محدوده، مثل گروه جبهه آزادی یا جبهه مقاومت، اینها و مجموعه کسانی که در حد 40 میلیون مردم افغانستان از اینها ناراحتن و بالقوه اونا هم آتش زیر خاکستر، طالب ها از اینا ناراحتن و میگن که شما مخالفت نکنید چون مخالفت شما جنبه شرعی و عقلی نداره. آخه کدام عقل و عاقل حکومت رو بهش رأی میده، رضایت داره و با او مخالفت نمیکنه که او تبدیل شده به یک شر عظیم، شر مطلق؟ حکومتی که درش فساد هست، تبارگرایی هست، جهالت هست، توسعه جهالت هست، تروریسم پروری هست و نهایتا انحصارگرایی قومی و وابستگی و ناکارآمدی مطلق. خب معلومه چون این حکومت مطلوب هیچ کسی نیست. به لحاظ عقلی چون این حکومت هر انسانی، هر جامعه که چون حکومت را بپذیره، شما در سلامت عقلی او باید شک بکنید. بنابراین این حکومت نه تنها حجت عقلی نداره، بلکه به لحاظ عقلی و به لحاظ در واقع عقلایی این حکومت هر چه زودتر باید شرش از سر مردم افغانستان کم شود. و به لحاظ شرعی هم این حکومتی که مستبد، جائر، فاسق، از حدود شرعی تجاوز میکنه، به نام شرع و امر به معروف و نهی از منکر یک نظام استبدادی پلیسی خشن را بر مردم حاکم کرده، زنان را از حقوقشان محروم کرده، اقوام و اقلیت ها را به خاطر زبانشان، به خاطر مذهبشان، به خاطر تبارشان مورد تبعیض و اجحاف و تجاوز قرار میده و از ناداشته های مردم افغانستان دزدی میکنه. بعضا در دزدی های هم که میکنن سلیقه به خرج نمیدن و آشکار میشه و بعد میگن نه اشتباه تایپی بوده، مثلا اشتباه تایپی بوده و ما نبودیم و
کسی دیگه بوده و حکومتی که نه اخلاقا صلاحیت حکومت رو داره، نه شرعا، نه عقلا. شما چگونه میتونید همچون حکومت رو بگید که باش مخالفت نکنید؟ چون که عزیز نوشته مقاومت ها برای همیشه توسط رژیم های نامشروع غیر شرعی خوانده شده، اما هیچ تأثیری نداشته در رضایت مردم. بنابراین سقوط طالبان در 5 عامل حتمیه. اول مقاومت مسلحانه. شما میبینید که مقاومت روز به روز جان میگیره و روز به روز در واقع فعالتر میشه و سربازگیری بیشتر میکنه و در عین حال هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی بیشتر میشه. دوم قطع کمک های آمریکا. نعوذ بالله آمریکا به یک معنا رازق طالب هست و این کمک ها وقت قطع میشه، شما چگونه میتونید 1 میلیون، یک لشکر 1 میلیونیه که فقط از شما میطلبه و هیچ آورده ای نداره، هیچ دستاورد نداره، شما چگونه میتونید اینا رو تأمین بکنید؟ بحث سوم اختلافات درونی و میانگرویی که دیگه بر آفتاب شده، از آفتاب هم واضح تره. بعد دروغ هم میگن نه ما اختلاف نداریم، حتی تصور اختلاف هم نمیکنیم. بعد نام خود را متقی گذاشته، یعنی پرهیزگار. علنا در چشم شما نگاه میکنه و چشم خلق الله و دروغ میگه و بعد میگه متقی هم هستم، امیرم هستم. تنش با کشورهای منطقه که دیگه حسابش با کرامن کاتبینه و نهایتا شکست و نفرت عمومی از روایت طالبانی. شما یک رفراندوم آزاد بگذارید، واقعا آزاد، نه از نوع رفراندوم یا رأیگیری آقای گوسفندوال، آقای امرخیل، کسی که بالاخره گوسفند چرانی کرد و گوسفند چاق کرد و انتخابات افغانستان را چتل و مردار کرد، یا مشاور آقای حقانی که حالا بالاخره رئیس بنیاد شبکه حقانی شده، یک شونیست و راسیست مثل ستار سعادت و امثال اینا و تا خود ارگ و نهادهای بین المللی که همه دیگه انتخابات افغانستان و رأی رضایت مردم افغانستان را چتل و چرکین ساختن و امر انتخابات را در واقع نامحبوب و مطرود ساختن. شما بگذارید و بعد ببینید آیا روایت طالبانی، امارت طالبان واقعا مطلوب مردم هست، در حالی که به هیچ وجه شما حاضر به چنین آزمونی نیست. چون شما میدانید که با زور، با توطئه، با خدعه، با مزدوری، با جاسوسی و با دادن هزاران امتیاز و گذشتن از رودهای خون شما به قدرت رسیدید و امروز هم فکر میکنید که خب بالاخره ما به قدرت رسیدیم، مردم هم باید راضی باشن، فقر و غنا از جانب خدا است و شکایت هم نباید بکنن. اما شما کدام بلیه هستید؟ شما چه کار هستید؟ این همه از کیسه مردم خرج میکنید، غارت میکنید، منابع را دزدی میکنید، به ثمن بخس میفروشید، از کشورهای مختلف میخورید. شما باید چیکار بکنید؟ آیا ملت میتونه گرسنگی رو تحمل بکنه؟ فروپاشی نهادها رو تحمل بکنه؟ آیا میتونید شما نصف یک جامعه را به بهانه دین و شرع و نظر 4 تا ملای متحجر سنگواره قرون وسطایی زنان افغانستان را از تحصیل و کار و سایر آزادی های انسانی و اسلامی محروم بکنید؟ معلومه که پیداست که امارت طالبان با توجه به این 5 فاکتور و عامل از درون پاشیده و شکستش حتمی و قطعیه و صدای شکستن استخوان‌های طالب برای همه واضحه. بنابراین آقای متقی و هر ملا و نیمچه ملا و امام بصر و کسی که از کل علم و دانایی فقط دستار و امامه و ریش و لباس سفید حد اکثر داره، اینا نمیتونه که با صرفنی که مخالفت با ما، مخالفت با امارت ما شرعا و عقلا جایز نیست، مردم را مجاب بکنه. نه مردم مجاب میشه و رضایت میده و نه دیگه در واقع دستی از جهان بیرون و غیب میایه و شما را حفظ میکنه. یک مدتی با زور و شمشیر و سیف همچنان هستید بر گرده مردم و بعد در طوفان خشم مردم و تحولی که به وجود میاد شما دوباره خواهید سوخت و دود میشید و پودر میشید و به هوا میرید. هیچ حکومتی بر خون استوار نشده، هیچ حکومتی با ظلم استوار نشده، با کفر استوار شده. کفری که خدمات میرسانه، کفری که برای مردم کار میکنه، کفری که در خدمت مردم استوار هست، اما با ظلم نه. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. روز روزگار بر شما خوش و آرام باد.